امروز اومدیم با آموزش معنی کردن پرک های بتل رویال. شماره 1 هیپ فایر. برای هیپ فایر زدن هستش و بستگی به رنگش قدرتش بیشتر میشه. مخصوص SMG پلیرها هستش که طلایش از همه قوی تره. بعدی این پرک که باعث میشه که ایمتون دقیق تر روی انمی باشه و بهتر بتونین بزنین. بعدی برای شاتگان هستش که از فاصله دور بهتره. این باعث میشه که کمتر میس بدین و به تیراتون به جای دیگه نخوره. این باعث میشه که تیرتون بیشتر بشه. این پرک هم باعث میشه که از فاصله دور بتونی انمی رو بزنی. این پرک باعث میشه که سرعت ایم گرفتنت بیشتر بشه. این پرک باعث میشه که تیرات چپ و راست نشن و اینا هم که برای اسنایپ هستن و این پرک باعث میشه که تیر اسنایپت بیشتر بشه.